شارح مشکات المصابیح در دار مجلد به صدها سال قبل شارح مشکات است. مفتی مکه مکرمه صدها سال قبل بود، خودش در این کتاب گفته است که بارها در مولد شریف در مکه المکرمه شرکت کرده. تمام شب تعریف و توصیف پیامبر میشد و طرف صلح و بانگاه به شعر ابن ابی طالب میرفتیم که مولد رسول الله جای تولد است. شمعها را روشن به دست میبردیم و در اونجا قیام میکردیم. محدثین وجود داره، مفسرین وجود داره، حرام نیست. امروز دو سه تا ملا حاصل در پاکستان تحصیل کردن، دو سه رساله حضور از زیر قول آوردن. خیرات حرام است و زکات حرام است و میلاد حرام است و تعویض حرام است و زیارت حرام است. بانون ماره اختلافات ذات البینی را بگذاریم، متوجه حقیقت شویم. کفار ما را در زیر سلطه خود قرار داره. تو با میلاد دشمنی داری، بجای میلاد با پشت غرب بگو. اون نوجوانی که میگوید ریشش تراشیده، سرش لچ، در فلانی تحریک و تنظیم هستم، برادر جان میلاد حرام است. ریش تراشیدن حرام نیست. حقایق هم میگویم، خفه نشویم. لچ سرگشتن چطور است؟ صحابه لچ میگشتن، نماز از سر لچ میخواندن. در فلانی تنظیم هستی، او برای خوب تعلیم داده که میلاد و مذهب خوب نیست. این پدیده های دشمنان دین است. به ذات خدا قسم گمراهمان میکنند. نمیفهمم که جوانان عزیزی با استعداد از مجلس امروزی چقدر استفاده کردند. و چی را عاشق شدند تا اختیار محبتی رسول علیه السلام را داشته باشند. گر با قول ملحدین روز ما وحدت کرده ای، گر با قول ملحدین روز ما وحدت کرده ای، با خدا و مذهب و ملت خیانت کرده ای. گر مسلمانی با مسلمان اخوت بکن، گر مسلمانی با مسلمان اخوت بکن. سهو کردی گر با بیدینان اخوت کردی. قسمی که ما و شما امروز میبینیم. درود به شان رسول خدا صلی الله علیه و سلم با آواز بلند بگوییم. یک حکایت دارم و انشاءالله بس میکنم وقت کنم. شاه ولی الله محدث دهلوی، نام شاه ولی الله شهره آفاق است در عالم اسلام. شاه ولی الله محدث دهلوی شخصیتی است که هیچ کس سند حدیث و تفسیرش از نام شاه ولی الله خالی نیست. به هر شکلی که تعلق دارن بالاخره در سلسله سند حدیثش شاه ولی الله محدث دهلوی وجود دارد. اتفاق عالم اسلامی بر وثوقش شاه ولی الله است. یک کتاب نوشته الدر السلیم. به این کتاب بعضی شاید بگویی از خوابا استدلال میکنم و من قصه خودم میکنم دلش جوهر چی میگوید. در کتاب میگوید صفحه 48 شاه عبدالرحیم پدرم هر سال میلاد پیامبر را تجلیل میکرد. یک سال فرا رسید که جیبش خالی است، هیچ چیز ندارد. خیلی رنج میبرد، چی کار باید کرد؟ بالاخره گفت که به حدیث پیامبر عمل میکنم. پیامبر میفرماید استفت قلبک، از قلب خود فتوا طلب کن ولو افتاک المفتون. اگرچه مفتی ها فتوا میدهند خواست قلب خودم طلب کن. اهل حال به قلب خود مراقبه شد، قلبش گفت که پیامبر از کسی چلو و پلو و گوسفند و گوشت و مرغ نمیخواهد. پیامبر اخلاص کرد. در برای خود خرید و راورد علما را تلبیس مداحی پیامبر از نافعانه را مجلس صورت گرفت. شاید اولت ملخص تقسیم کرد. شاه عبدالرحیم سے بعد از که فارغ میشه از اولاد و مشارک سر به غالین مینه میگه رأیت رسول الله فی المنام. ما پیامبر خدا را دیدیم و کان بشاش پیامبر خنده میکرد و بین یدی حیثا و نخد ما در تشریف پیامبر خدا. نعره تکبیر! رسول الله علیه السلام به ما گفت ای شاه عبدالرحیم این خودی تو به بارگاه ما قبول شد. سبحان الله. حالا خواب چقدر دلیل است؟ پیامبر میگه من رآنی فی المنام فقد رآنی. کسی که مرا در خواب دید حقیقتا مرا دیده. فإن الشیطان لا یتمثل بی. شیطان به شکل و صورت ما خود را ساخته نمیتواند. از این معلوم میشه که پیامبر در خواب شاه عبدالرحیم دیده و خوش بوده. از این خیرات و صدقاتی که شما کردین، مصرفی که کردین، انشاءالله پیامبر خوش است و با بارگاه ایشان قبول است. خدا جناب مولانا صاحبی که امام و خطیب اینجاست، پروردگار عالم در عمر و در علمشان بیفزاید که همیشه علتی موجبه و باعثه برای همچون محفل میشد. خداوند متعال شما را اجر و فضل عطا کنه. السلام علیکم و رحمت الله.